درود بر شما ای دکتر. درود بر شما. من نمیدونم، من تصویرم خوب هستش عزیزان؟ بله تصویر شما خوب هست. شما تصویر منو دارین من ای هنوز دکتر؟ تصویر شما رو ندارم، حالا من نمیدونم. حالا یا الان چطوره ای دکتر؟ الان بهتر شد، حالا یه مقدار بله تصویر شما رو بهتر دارم. خب بسیار خب. درود بر شما. خوب هستین؟ تندرست هستین؟ قربون شما. شما چطورین؟ درود بر شما. امیدوارم که خودتونم خوب باشین و عزیزانی ممنون، زنده باشین. بیننده هستن. خواهش میکنم. مرسی. ببخشید با قبول زحمت کردیم با توجه به اختلاف ساعتی که داریم اونجا، صبح زودم هست، شما قبول زحمت کردین، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، هستم در خدمتتون. مرسی. همونطور که تو پست را اطلاع رسانی کردیم، امروز در مورد آرتروز صحبت میکنیم، معرفی بیماری، بعد راه های پیشگیری و درمانش. من دیگه تریبون رو میسپارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم. ضمن بینندگان عزیز هر موقع سوالی داشتن حالا میتونن یا به صورت کامنت و یا به صورت کوئسچن اون پایین علامت سوال بزنن، برای من ارسال کنن. سوالا رو حتما از آقای دکتر خواهم پرسید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. ممنونم از محبتتون. به نام هستی بخش بزرگ دانا، من اینجوری بگم، من به عنوان یه عضوی از در از شما به عنوان خانواده بزرگ من هستیم. من الان اجازه بدین یه نوع احساسمو بگم خدمتتون. من الان خیلی خوشحال هستم که دارم با خانواده بزرگم صحبت میکنم تو شهر یزد و با عزیزان، با خویشاوندان، با همه دوستداران که دارم باهاتون صحبت میکنم. این سمیناری که هست در از نه به صورت جنبه فقط آگاهی رسانی داره و عرضم به حضورتون که اگر یه موقعی احساس کردین که آقا جاوید شما باید به من بگی، هر موقع احساس کردین خسته کننده بود این اطلاع رو به من برسونین که من بتونم بحث عوضش کنم یا یه جوری بهترش کنم. قربون چشم شما حتما. عزیزان. بعد فکر میکنه که ببینید این بحث صحبتی که الان خدمتتون عرض میکنم، این صحبت ها اصلا مال خود من نیست. اینا رو من به جنبه حرفه خودم که این کار من هستش اومدم جمعش کردم و الان فقط جنبه آگاهی رسانی داره. و عزیزان، تنها خواهشی که دارم، اگر اینجا صحبتی که میشه حتما اگر بخوان یه تغییری تو روند کاریشون بدن یا چیز باشه، حتما با پزشک مورد معتمدشون صحبت کنن، یا اینکه من هستم در خدمتشون. صفحه شخصی خودم هست اونجا، تلفنم هست، با من تماس بگیرید و من خوشحال میشم که به طور کامل خدمتتون عرض کنم همه این موارد رو. خب بذارید من شروع کنم کار رو. به امروز صحبتی که میخوایم بکنیم در مورد آرتروز هستش. شاید خیلی از عزیزان بپرسن که اصلا این کلمه آرترایتس به چه مفهومی هستش. ببینید، آرترایتس کلن کلمهش به این مفهوم هستش، یعنی ورم مفاصل، یعنی آیتس که آخرش میاد اون معنی ورم میده. خب این رو شاید بگم خیلی از دکترای ما، البته میگم خیلی کمشون، دچار اشتباه میشن که چجور بخوان این مسئله رو، این آرتروز رو درمان کنن. خب مشکلات از همین کلمه شروع میشه. ببینید، آرتروز رو ما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، اینجوری خدمتتون عرض کنم که ما دو تا خانواده بزرگ داریم به اسم آستیوآرتریتس و روماتوید آرتریتس. من امروز بیشتر تمرکزم روی قسمت همین آستیوآرتریتس هستش که الان خدمتتون عرض میکنم به زبون، من سعی میکنم به زبون خیلی ساده خدمتتون عرض کنم که شما خودتونم اینجوری بگم دکتری خودتون رو بکنید. خب اجازه بدید من برگردم به شروع کنم از یه
آناتومی بدن شروع کنم. ببینید دو تا استخوان، من الان رفیقم هم اینجاست، ببخشید این رفیق این اسکلت هستش، گاهی وقتا من اینو قرار نشون بدم. ببینید این استخوان زانو هستش، دو تا استخوان که کنار هم میاد، این دورش یه کیسه قرار میگیره که این به صورت خونرسانی به طور کامل انجام میشه این وسط و میاد به دو طرف استخوان‌های خونرسانی رو انجام میده. و اینجور بگم این یه سیستم هیدرولیک به صورت خیلی پیچیده‌ای هستش که وجود داره اینجا توی بدن آدم، که ببینید این و این استخوان حتی زانو میاد تمام وزن بدن رو بین این دو تا مفاصل داره تقسیم میکنه، بین دو تا مفصل پا، و این داره تحمل میکنه این وزن. خب عرضم به حضورتون که حتی خب این خونرسانی فیلتر شده بین این دو تا مفصل هستش و شما فکر کنید که یه نفر که اگر حتی دیابت داشته باشه، خب این دوچار مشکل خواهد شد، این خونرسانیش دوچار مشکل شد، به طبیعیه، این منطق این رو میگه. و خب یه مقدار و حتی یه سری اگر بخوایم راجع به آرتروز صحبت کنیم، ببینید باید ما بیایم بدن رو به طور کامل بررسی کنیم، نه فقط اون قسمت که اون داره اتفاق میفته. ببینید آستیوآرتریتس اتفاق میفته در یک مفصل، یعنی به فرض مثال مفصل زانو دچار مشکل میشه و عرضم به حضورتون که ورم میکنه. شما نمیدونم شاید برای خیلیاتون اتفاق افتاده که شامل درد مفصل زانو میشین، یکی از زانو. ولی اون خانواده دوم که روماتوید آرتروز هستش، تمام بدن، سیستم ایمنی بدن حمله میکنه به خود بدن و تمام دو طرف بدن اتفاق میفته. یعنی مثلا به فرض مثلا اگه شما دیدین که دو طرف بدنتون داره ورم میکنه یا درد گرفته، بدونین که امکان داره که شما اون خانواده دوم رو گرفتید. ولی خانواده اول که آستیوآرتریتس هستش، این یه طرف بدن اتفاق میفته و خیلی از دکترای ما این مسئله رو به این صورت نگاه میکنن که چون اینجا ورم کرده به شما میان دارو میدن، داروی مثلا آیبوپروفن میدن، تایلانول میدن یا خانواده آیبوپروفن، که این باعث میشه که تخریب مفصل میشه، نه تنها باعث میشه که خوب نمیشه، بلکه تخریب مفصل میشه و اون آرتروز هم بیشتر میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ علتش اینه که ببینید خیلی گفتم اون کلمه آرتروز، علت این که پزشکای ما فقط شاید به اون نقطه نگاه میکنن، میگن اوکی این ورم کرده، من باید یه داروی بدم که این ورمش بخوابه. نه، منطقیه. ولی اینها نمیان به کل مکانیک بدن نگاه کنن که داره چه اتفاق میفته. حالا من بیام اصلا مثال روزمره خودمون رو بزنم. آقا جاوید، شما در طول روز چقدر موبایلتون رو نگاه میکنین؟ من فکر میکنم خیلی زیاد. ببینید من امروز رفتم ببخش صبح زود کافی گرفتم و معمولا خب من برای اینکه یه مقدار انرژی داشته باشم برای روز کاریم، مجبورم اون کافی رو صبح بگیرم. خب من وقتی رفتم تو مغازه، دیدم که اکثر نزدیک 80% مردم میبخشید دارن تلفنشون رو نگاه میکنن. و این گردن رو نگاه کنید، گردن وقتی که این حالت طبیعی گردن هستش، درست میگم آقا جاوید؟ شما نگاه کنید یه مقدار که این جلوتر میاد، یعنی اینجوری میشه،
یعنی گردن اینجوری میاد جلو دیگه، درسته؟ وقتی موبایلتون رو نگاه میکنه 100% گردنتون اینجوری میاد جلو. خب شما یه بار که نگاه نمیکنه این موبایل، در طول روز شاید خیلی دارین نگاه میکنین، چک میکنین، حتی با من داشتین چت میکردین که آقا من هستم یا نه، یا مثلا به فرض چیزی که هست، یا اینکه کار روزمره شخصی خودتون دارین این موبایل رو نگاه میکنه، این گردنتون جلو میاد، درسته؟ خب این به طب نه تنها این دیسکا تحت فشار هستن، من بگم اگر در حالت عادی باشه هیچ فشاری نیست، ولی این جلو که بیاد در اندازه بگم 10 برابر این فشار افزایش پیدا میکنه. و حالا بدن ما میاد چی کار میکنه؟ بدن ما بیاد برای اینکه این حالت رو شما دوست دارین، بدن ما خیلی باهوش هستش، شما این حالت رو خیلی دوست دارین، میان اینجا استخوان درست میکنه براتون، میگه که شما این حالت خیلی چطور بگم برای همیشه این حالت رو شما دوست دارین و گاهی وقتا میان خودتون هم حتی امکان داره که یکی از فامیلاتون نگاه کنه بگه که اوکی گردن تو درست کن، چرا صاف وای نستدی؟ ولی شما به طور طبیعی چون اون حالت رو تو مغزتون آموزش دادین، برمیگردین دوباره به حالت اول، اینجوری میشین. خب بعد از 10 سال 15 سال آقا جاوید شما میبینین که اینجوری هستین. خب بعدا یکی میبینه او چرا این گردن اینجوریه؟ آقا جاوید میگه که من اصلا اینجوری بودم. شما اینجوری نبودید عزیز من، اینا بعد از 10 سال 15 سال به وجود اومده. و یکی هم برمیگرده میگه که چرا ببخشید دست من تا اینجا بالا نمیاد. شما اگه گردنتون یه مقدار جلو ببرین، یه امتحان بکنین الان، گردنتون یه مقدار جلو بیارین، بعد دستتون رو بالا ببرین. میتونین دستتون بالا ببرین؟ اصلا این اتفاق میفته. چون علتش این هستش که شما مکانیک بدن رو عوض کردین. مکانیک بدن رو عوض کردین و بدن اومده اون قسمت استخون ساخته و نهایتاً اینجا به همون شکل مونده. متوجه هستین؟ خب حالا چه مشکلاتی پیش میاد به نظرتون وقتی که اینجا اون حالت طبیعی رو بیاین عوض کنید؟ من الان باز یه شکل دیگه نشونتون میدم خیلی راحت. ببینین شکل عادی بدن اینجور هستش، درسته؟ من نمیدونم تصویر رو میبینید آقا جاوید؟ بله. این سوراخ‌ها رو میبینید همه باز هستش، درسته؟ بله. شما اگر یه مقدار جلوتر بیان این چی میشه؟ این یه مقدار این کلا این قسمت این سوراخ‌ها بسته میشه، درست میگم؟ خب وقتی که این سوراخ ببین تمام این در از این چیزای سیستم عصبی از طریق این روزنه ها رد میشه. خب وقتی این کوچیک بشه این روزنه، وقتی که چه اتفاقی به نظرتون میفته؟ خب به طب اون سیستم عصبی ما از کار میفته، اون قسمتی که قراره اون ماهیچه‌های بدن کار کنه از کار میفته، یا سیستم خونرسانی ما عوض میشه. این درست میگم آقای جاوید؟ تمام اینا منطقی به نظر میاد و به طب احساس ضعف میکنه توی یکی از ماسلای اینجا. خب خیلی اتفاقات میفته، گاهی وقتا شونه هاتون به سمت بالا حرکت میکنه، یه وقتی شما میگین اگر ضعیف بشه میاد پایین، نه به سمت بالا حرکت میکنه و خیلی اتفاقات دیگه میفته. شاید احساس کنید تو دستشون داره یه اتفاقاتی میفته، درد میگیره یا چیزای دیگه، یا حتی کارپون تانون سیندروم که میگن مچ دستمون چیز شده. اینا همش از این گردنه. اینا نمیدونم منطقی به نظر میاد آقا جاوید یا نه؟ اینا همش خب این میشه آستیو آرتریتیس مال گردن. ببخشید دکتر شما میرین اونجا چی بهتون میده؟ آیبوپروفن میده.
چون میگه که شما ورم کرده اینجاتون، یه اتفاقات دیگه داره میفته. خب آیبوپروفن که بده این بدتر میکنه، قضیه رو بدتر میکنه و آرتروزتون بیشتر میشه. و یا خیلی از دکترها، من جدیدن پیش دکتر جراح رفته بود، میگن نمیدونم گفته بود که این نمیدونم شونم درد میکنه یا اینجا هم درد میکنه، دکتر بهش ماسل ریلکسیشن داده، یعنی ریلکس بکنه ماهیچه رو. خب این گردن از اون حالتی که هست، این ماهیچه که اینجا باید اینو نگه داره ریلکس میکنه میاد جلوتر. این به نظرتون بهتر میشه یا بدتر میشه؟ بدتر میشه. دکتر جراح داده، جراح ارتوپد. خب این مسئله بدتر اتفاق میفته. خب حالا بگین که شاید این سوال براتون اتفاق بیفته که آقا خب اصلا من چیکار بکنم الان؟ خب همه این حرفا رو به من زدی آقای دکتر، چیکار من باید بکنم؟ من میگم که خب باید شروع کنی دوباره برگردونی همه رو سر جای اول دیگه. من بهشون میگم که آقا جان اول شروع کنی همین ورزش. ببخشید من اینو برداشتم جلوی دستم بود. شما میتونید تو خونه حوله بردارین، یه حوله مال ورزشی، حالا هر چی هست، بندازین پشت گردنتون، این تمرین رو بکنید. شما که آقای جاوید پشت میز هستین، من الان میبینم گردنتون حداقل 2-3 سانتی متر اومد جلوتر، ولی میتونه این تمرین رو حداقل بکنید. تمرین رو بکنید. بعد از این که حالا من میدونم فشار کاری شاید زیادتون هست، ولی بعد از یه نیم ساعتی یه 5 دقیقه به خودتون بریک بدین، این ورزش رو انجام بدین که همه مفاصل برگرده. میتونین اینو چند بار، صدها بار در روز انجام بدین، چه اشکال داره؟ اینو انجام بدین که حداقل تو وضعیت نرمال عادیش برگرده این مثلا. و این مسئله است. این مسئله فقط من شما نیست، خیلی ها به این مسئله جایی. یعنی اینجور بگم، من حتی آمار ایران رو نگاه میکردم، مسئله آرتروز خیلی بالاه. یعنی تو هر خانواده این مسئله هست. علتش هم از اینجا شروع میشه، جای دوری نیست. یعنی همه اینا علتش همینه، چیز خاصی نیست. یا به فرض مثال شما میرین ورزش میرین، این زانو رو ببینید، بر اثر ورزش هر اتفاقی امکان داره برای این زانو بیفته. درست میگم؟ شما امکان داره که به هر صورتی، معذرت میخوام، از این ور اون ور بهش چیز بزنیم. این یه مقدار که وقتی که جا به جا بشه چه اتفاقی میفته؟ تمام این سیستم مکانیک از این سر گرفته تا اون بالا عوض میشه. یه وقتی میبینید، میبخشید، حتی این به این صورت صاف هستش، اینا جابجا میشه، چون که بدن میاد با اون مسئله خودش رو تطبیق بده. من ببخشید سرتون درد آوردم، نمیدونم چقدر دوستان خسته شدن یا اینکه نه عالیه. امیدوارم که خسته نشده باشین. خب این مسئله مربوط به خانواده اول هستش، آستیوآرتریتس. حالا مسئله دوم رو بگیم. یه سری حقایقی هستش که شاید بهتون نمیگن. میبخشید اون چرا این مسئله اصلا جهانی هستش، قضیه روماتوید آرتریتس. چرا همه جای دنیا این اتفاق میفته؟ به نظرتون چرا آقای جاوید یا عزیزان، هر کی میتونه جواب بده این مسئله؟ علتش اینه که ما همیشه میریم واکسن میزنیم. از بچگی ما رو میفرستن یه سری واکسن ها رو بزنیم. ببینید نمیدونم یه دونه دوز هم حتی نمیزنن اینا، مثلا تا بزرگ بشین نزدیک 60-70 تا دوز با آدم میزنن. درست میگم؟ شما واکسن زدین دیگه آقای
جاوید. من خودم هم زدم، من نمیدونستم. ببینید واکسن هپاتیت بی شما اگه برین چک کنید رابطه مستقیم داره با بیماری روماتوید آرتریتیس، با MS، با خیلی از بیماریایی که اصلا خیلی از ماها میگین ژنتیکی، اصلا ژنتیکی نیست، اصلا نمیدونن این بیماری از کجا اومده. کی گفته ژنتیکیه؟ شما اگه برین چک بکنید ببینید واکسن هپاتیت دی با این مسئله رابطه مستقیم داره. یا مثلا واکسن سرخک یا مثلا اینا با این مسئله رابطه مستقیم داره. چرا بعضیا میگیرن چرا نمیگیرن؟ اینه که بدن ما برای همه یه دوز میزنن، همه یه جور میزنن. مگه بدن من شما یه جوره؟ آقای جاوید فرق میکنه اینو با هم مثلا. بله. خب این رابطه مستقیم داره، یکیش با واکسنه و یکیش اینه که ببینید ما همیشه دوچار استرس هستیم در روزانه. همه ماها به نحوی حالا یا استرس مالی داریم یا استرس خانواده داریم یا به هر نحوی داریم کرونیک استرس داریم. این یه چیزی هستش که تو همه ماها هستش. خب به طبع این وجود داره. یا اینکه الان ما شروع کردیم یه سری از این غذاهای ببخشید فارسیشو فراوری شده چی میگن؟ درست فراوری شده. من ببخشید من گاهی وقتا سعی میکنم که خوب باشم ولی چون من انگلیسیشو یاد گرفتم فارسیش هم میدونستم، گاهی وقتا منو اصلاح کنی آقا جاوید اگر فراموش عرضم به حضورتون که اینجوری بگم اینم بحث روماتوید آرتریتیس، یعنی اینکه این بزرگترین فاکتوراش اینه که یکی ما واکسن زدیم، علت این که هنوز هم ادامه میدم این بحث واکسن رو و خب اینا به طب هنوز آزمایش وقتی که کاملی انجام نمیدن و اینه دارن. و دومیش اینه که کرونیک استرس، حالا شاید از من بپرسین که اوکی حالا من چیکار کنم که اگر من قرص رو نخورم، این آیبوپروفن رو نخورم یا مثلا چیز دیگر رو بگیرم، چی رو من میتونم به جاش مثلا بخورم یا اینکه کمک میکنه به این قضیه ورم؟ اولین چیزی که من میتونم بهتون بگم شما استفاده کنی از زردچوبه که ما همیشه تو غذامون برای اون چاشنی میریزیم. شما میدونستین این زردچوبه چه خاصیتایی داره که حتی میگم الان قرصش هست، الان شما میتونی حتی به شیر اضافه کنید، به آب اضافه کنید، به هر چی دوست دارید میتونی اضافه کنید زردچوبه، که این رو وقتی که بالاخره میخورین احساس بهتری بهتون دست میده. حالا یه داروی گیاهی دیگه هم هست به اسم استوزنتین. حالا اینو تو من فکر میکنم ایران هم باشه، حالا من دقیقا این رو پیگیری نکردم، حالا اگر دوستان میدونن بگن که من خوشحال میشم خود منم بدونم توی مسئله. یا عرضم به حضورتون که ویتامین، خیلی از ویتامینا خیلی کمک میکنه، مخصوصا ویتامین K2 که خیلی ماها کم داریم این رو تو بدنمون، که این کمک میکنه به قضیه سیستم آرتروز یا روماتوید آرتریتیس. من سرتون رو در نیارم آقای جاوید عزیز، من فکر میکنم که خیلی از مسائل رو گفتم. حالا من یه ورزش دیگه هم بهتون میگم، اگر خب یه سریاد اگر احساس میکنن که همون آرتروز گردن رو دارن، به خصوص من فکر میکنم یه سری معلمای ما که قدیم بوده اینا هم سرشون بالاخره تو
ورقه صحیح میکردن یا مثلا چیز بوده، اینا اکثرا دچار آرتروز گردن هستن. این یه ورزش دیگه هستش که این رو اگر شما بچه ها دیدین که دستشون رو به این صورت میذارن، گاهی وقتا اگر یه فیلم خوبی رو دارین نگاه میکنی، فیلم خوبی که واقعا دوستش دارین نگاه میکنین، شما همینجور دستتون رو میتونین بذارین به این صورت روی زمین دراز بکشین و یه مقدار کمک کنین به گردنتون که دوباره برگرده به همون حالت اول. من صحبتامو همینجا تموم میکنم. البته میدونم خیلی مسائل دیگه هم هستش که من باید صحبت بکنم، ولی من حس میکنم که خیلی خسته کننده بشه. و نه پشما. در مورد واکسن یه سوال برام رسیده که آیا الان پیشنهاد هست واکسن زده بشه؟ چون مخصوصا نوشتن برای کودکان خب واجب است که این واکسن ها زده بشه. چه باید کرد حالا؟ واکسن مثلا برای کودکان باید تزریق بشه، برای بزرگسالان چی؟ مثلا تزریق بشه یا با پزشک مشورت کنن؟ به چه صورت هست؟ من نظر شما دقیقاً چیه؟ همین مسئله رو دارم. ببینید تصمیم با خودتونه این مسئله، و اینکه با پزشکتون حتما مشورت کنید. من حتی این تحقیقاتش هم هست، هر کی دلش بخواد من براش میفرستم این مسئله رو. ببینید من حتی به بچه خودم که میخواست واکسن آنفولانزا بزنه، من این رو نزدم، چون که و حتی از من امضا گرفتن که من این واکسن رو نزدم بچم. خب این بستگی داره که تصمیم خودتون هستش. ببینید اینا همش من اون اطلاع رسانی رو میکنم، ولی عزیزان بدونن که اینا خب بالاخره ما همه واکسن زدیم، این خطر توی کمینمون هست که امکان داره که به این مسئله دوچار بشیم. و این قضیه از من ارسی نیستش که خیلی ها ادعا میکنن این مسئله اصلا نمیدونن که این مکانیزمش چجوری هستش، یا مکانیزم قرص تایلونول که همه خیلی از ما مصرف میکنیم، شاید این اصلا مکانیزمش رو معلوم نیست به چه صورتی است. آقای جاوید عزیز، من و این واکسیناسیون که مطرح کردن اینه که من تصمیم رو با خود طرف میذارم که خیلی سخت هستش این مسئله، که الان با توجه اینکه همه ماها واکسن رو میزنیم و میریم، خب به فرض مثال چون این رو توی ذهن ما کردن که این واکسن رو اگه نزنی مریض میشی، یا مثلا الان ببینید یه سری از بیماریایی که هسته الان وجود نداره این بیماری ها، ولی واکسنش رو به ما میزنن. متوجه هستین؟ خب من نمیدونم چجوری باید این مسئله رو، من اینو میذارم به تصمیم رو با خودتون که این رو واکسن رو چیز بکنی یا نه. من میگم من برای بچه خودم واکسن آنفولانزا رو نزدم و این رو امضا گرفتن از من که این واکسن رو نزن، یا اینکه چیز کرد. واکسن رو شما نزدید به بچه‌تون. آقای دکتر یه سوال شده گفته که ورزش حالت پیشگیری داره یا نه؟ تو آرتروز شدید باشه ورزش کمک میکنه به درمان. منظورش اینه ورزش فقط، حالا توضیح هم دادیم، فقط حالت پیشگیری داره برای جلوگیریه یا نه در حالتی که آرتروز هم گرفته طرف ورزش کمک میکنه من به میگم درمانش؟ 100% کمک میکنه قربان. آقای جاوید ببینید این ورزش رو ما اتفاقا یه برنامه الان شروع کردیم، اتفاقا با بچهای ایران هم هست، هم از یزد دارن، ما با بچه‌هاشون کار میکنیم، هم با بچهای تهران. عزیزانی که آرتروز آردی دارن، یعنی کسایی که آرتروز دارن، اگر دوست داشتن ما یه برنامه مدونی براشون معطی دارم که این رو میتونن با ورزش‌های صحیح این رو آروم آروم اون قضیه رو برگردونن حالت اول. اینجا بهش میگن ریورس آرتریتس، یعنی که آرتروز برگشت پذیره. یعنی کسایی که آرتروز گردن دارن، کسایی که آرتروز مربوط به زانو دارن، کسایی که آرتروز کمر دارن، اینا برگشت پذیره. اینا رو
پس ورزش کمک میکنه به 100%، درمان. 100%. ولی اینا رو حتما باید که با اصولی جلو برم. ببینید هر ورزشی امکان داره خوب نباشه، یعنی نتیجه شاید عکس بگیرن، ولی ورزش های با درست، با مکانیزم درست، ببینید اگر منطق اون ورزش درست باشه 100% کمک میکنه و آرتروز بر میگرده و احتیاج به عمل نداره. ببینید خیلی از دکتر ما عمل رو پیشنهاد میدن، اینو خدمتتون عرض کنم. و تمام این ببینید دکتر جراح ارتوپد میاد خدمتتون عرض میکنه، تا میبینه که توی عکس ایکس ریشون یه سری این استخونا به هم مشکل داره، به شما پیشنهاد عمل جراحی میده. آقای جراح میاد همه اینا رو به هم وصل میکنه از بالا تا پایین، یعنی حتی استخونی هم که مشکل نداره همه رو اینا رو به هم وصل میکنه و نتیجه که نه، حتی نتیجه که نمیگیره حتی بدتر میشن این افراد. متوجه هستین آیه؟ پس این عمل نتیجه نخواهد داد براشون اونقدر که فکر میکنن و اون وقت تا آخر عمرشون این گردن رو نمیتونن تکون بدن و این نمیشه کرد. بله. و عزیزانی که آرتروز، یه مقدار آرتروز گردن دارن یا هر مسئله‌ای که دارن، میتونن میگم باز شماره من هستش، میتونن تماس بگیرن و من بتونم کمکشون کنم، هستم در خدمتشون. ولی یه سال دیگه شده گفته راجع به درمان آرتروز و آرتریت هم توضیح بدهید، تفاوتشون چیست؟ راجع به متوجه نشدم این راجع به درمان آرتروز و آرتریت. آرتریت من نمیدونم آرتریت منظور چی هستش، چون من این سوال ببخشید من شاید منظورشون بوده. آرترایتس. خب این آرتروز یا آرترایتس، خب اینا همه جزو یه خانواده‌ان. ببینید آرترایتس یه خانواده بزرگه و ما گفتم خدمتون ما این رو به 2 تا خانواده تقسیم بندی میکنیم، یکی آسیو آرترایتس هستش، یکی روماتوید آرترایتس هستش. و این آسیو آرترایتس معمولا ماها دچار این آسیو آرترایتس میشیم. روماتوید آرترایتس یه مقدار درصدش پایین‌تره به علتی که خدمتتون عرض کردم، مربوط به واکسن میشه، مربوط به مسائل دیگه میشه. ولی آسیو آرترایتس مربوط به فقط مکانیک بدن هستش، چیز دیگه ای نیست که این رو به طور کامل براتون تشریح کردن که علتش چیا هستش. که درمانش از ورزش های دکتر شاید منظورشون بوده مثلا قرصی دوایی چیزی دیگه داره به غیر از ورزش حالا و مراقبت های قرصی که بهتون میدن حرکتی؟ همین قرص آیبوپروفن میدن، چیز میدن که ببینید اینا نتیجه عکس داره. یعنی ببینید این مفصل زنده هستش و این قرص آیبوپروفن که میخورن میان تخریب میکنه اون کالاژن رو و این آرتروز نتیجه عکس داره، یعنی آرتروز رو بیشتر میکنه. و علت هم بهتون گفتن خیلی تعداد کمی از پزشکان ما این مسئله رو هنوز درک نکردن که به جای اینکه بیان یه مسئله رو از یه نقطه نگاه کنن، باید تمام بدن رو نگاه کنن این مسئله رو، و میان به شما داروی میدن که نه تنها کمکتون نمیکنه بلکه بدتر میکنه این قضیه. مرسی. دکتر نوشتن صدای مفاصل مثل زانو و گردن اگر همراه با درد نباشه آیا مسئله خاصی هست و نیاز به درمان داره یا نه نیاز به درمان نداره؟ این سوال خیلی خوبی بود اتفاقا. ببینید خیلی از عزیزان شاید درد احساس نکنن ولی مشکل رو میبینن که مثلا گردنشون جلو اومده، شاید الان درد رو احساس نکنین، هنوز به اون نقطه نرسیده که مشکل ایجاد بشه براتون، ولی مطمئن باشین تا سالیان بعد این مشکل براتون اتفاق میفته و شما باید از الان شروع کنید این مسئله پیشگیری رو شروع کنید. و خیلی هم ساده است، با یه سری ورزش‌های خیلی ساده میتونید این مسئله رو حل کرد.
که این رو باید به تکرار روزانه انجام بشه که برگرده اون مسئله به حالت اول. پس این صدا هم یه نشونه است شاید بعداً منجر به درد و یا بیماری خاصی بشه. دقیقاً همه نشونه هستش و بدن ما باهوش هستش. ببینید همه اگر تمام مدت شما گردنتون به این صورت بازه به تب میاد، این رو برای اینکه محافظت کنه از اعضای اصلی بدن مثل قلب و قفسه سینه و اینها، میاد اون رو برای شما پایدارش میکنه و به صورت یه عضو ثابت برمیگردونه. بسیار خوب، مرسی. آقای دکتر فعلا سوال خاصی نیست، حالا اگر هست به عنوان سخن پایانی در خدمت شما هستیم. من اولا من اینجور بگم که واقعا خوشحالم که امروز تونستم که نمیدونم تا چه حد این مسائل، این صحبت ها بتونه کمکتون کنه و امیدوارم که همتون تندرست باشین. امیدوارم که و این آرزوی قلبی من هستش که بتونم یه کمکی رو در خدمتتون باشم و من صحبت خاص دیگه ندارم عرضم بگذارم. خواهش میکنم و این خدمتتون عرض کنم که اگر بازم کسی سوالی چیزی باشه صفحه شخصی من هستش و خواهش میکنم که سوالاتتون برام بفرستین، مطمئن باشین جوابشون رو میگیرین و هیچ خواهش میکنم موفق باشین. شما همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. کاری فرمایشی آقای جاویدر. باشین پیروز و تندرست باشین. ممنون از گرامی و شما که ما رو دنبال کردین. برنامه کوتاه و مفید. مرسی، ممنونم از محبتتون، سپاس میزنم از شما عزیز و آقای شهرت هم نمیدونم هستن اونجا که بسیار با من همکاری خاصی داشتن و ازشون هم ممنون هستم و برسات، مجموعه برسات، ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم بسیار ما هم خوشحال شدیم از زیارت شما و استفاده کردیم. ممنون. بدرود بینندگان عزیز، ممنون از اینکه ما رو دنبال کردین. بدرود، تندرست و پیروز باشین.